و ما می‌دانیم که سینه‌ات تنگ می‌شود از چیزهایی که می‌گویند. سوره هجر آیه 97. از این قدم‌های دورمان به تو سلام. سلام عزیز دلم، سلام زیبای من، سلام ای کسی که به من طاقت می‌دهی، سلام بر تو که دلم را روشن می‌کنی. انگار تو نجات دهنده من باشی. تو بارها من را نجات داده ای بدون آنکه بدانی. تو بارها دستم را گرفتی بدون آنکه خبر داشته باشی. تو بارها به دادم رسیده ای بدون آنکه فریادم را شنیده باشی. من بارها تو را در آغوش گرفتم بدون آنکه گرمای تن و دستم را احساس کنی. من بارها تو را بوسیدم بدون آنکه بدانی طعم لبهایم چگونه است. من بارها به تو گفتم دوستت دارم بدون آنکه شنیده باشی. من بارها با تو به سفر رفتم بدون آنکه جاده را در کنار من ببینی. تا ابد میتوانم از این بارها بنویسم و تو در جریان هیچ کدام نیستی. حالا منم که میدانستم عاشق خواهم شد. دنیا مخفیگاهی برای بوسیدن است و دریایی که به دریاهای دیگر میریزد. تو را شبانه تا هر شب به روی شانه خواهم برد. تو را شبانه خواهم مرد. شبانه های لبهایم، لبانه های شبهایت، شبانه های بیداری سر به روی شانه های مهربانت میگذارم. چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد؟ دنیا مخفیگاهی برای بوسیدن است و دریایی که به دریاهای دیگر میریزد. سر به روی شانه های مهربانت میگذارم.